اوکی. واقعا خجالت نمیکشین، یعنی کلا رو دارم میگم، کلا همتون بچهای ایران دارن از بین میرن. حالا بر فرض مثالی که تعریف از خجالت رو بدونیم بکنیم یا نکشیم. اجازه بده همون کاری که الان برای توضیح بده. مثلا شما روی حرف کویا من رو هیچ صحبتی نیومدم، اجازه بده صحبتامو بکنم. اگر که بد بود دیگه بده دیگه. ببینید اگه حقایق نیست، الان بچهای ایران تو صف زباله دارن دنبال غذا میگردن، مرد ایرانی داره تن فروشی و زن فروشی میکنه، قرنیه‌شو میفروشه، کلیه‌شو میفروشه. یک سری شما میایین میگید شاه بد بود. اوکی بد بود. تاریخ در مورد اون قضاوت میکنه. تاریخ در مقابل تمام افراد و شهروندان ایرانی به قضاوت خواهد نشست که امروز هم نشسته. اگر اون پدر و پسر بد بودند، امروز مردم ایران نمیمدن فریاد رضا شاه رو حدشان بگن. اگر که مریم رجبی، مسعود رجبی خوب بودن، مردم ایران امروز صدای اونها رو پخش میکردن، صدای اونها رو پیشواز میکردن. عزیزان من، تاریخ در مقابل ما به قضاوت خواهد نشست. شما فقط ببینید چه جنایتایی شده. امروز وقتی که یک نفر مجاهد میاد و گریه میکنه و میگه اون زمانی که ما مجبور شدیم زنهای خودمون رو به صیغه مسعود رجبی در بیاریم، شما به چه روی میایید از اون فکر، تفکر و ایدئولوژی دارید؟ جان اصلا بحث سر مجاهد و کمونیست نیست. الان نه اجازه بده آقای رضا، الان این صحبت‌ها شده دیگه. نمیگن رضا شاه دیکتاتور بود. رضا شاه خیلی هم دیکتاتور بود. بله، مملکتی که از سوزاک و سلفیس و شیره و تریاک داشت غرق میشد، اومد دیکتاتوری کرد، سیاستشو دیکته کرد، مملکت رو نجات داد. آقایون عزیز فدای شما بشن، آدمی که خیانت میکنه، آدمی که وطن فروشی میکنه، آدمی که میره تو بغل چپ و راست میفته رو چیکار باید کرد؟ میگه شماها نبودید. اجازه بده رضا جان، من کاری ندارم، گوره با آقای پهلوی، ولی خجالت بکشید. اجازه بده رضا جان، اجازه بده، خواهش میکنم. تموم صحبتام تمومه. شما به خودتون یه ذره تفکر بکنید. الان اگر دل در گروه میهن دارید، نباید این دعوا رو بکنید. مردم انتخاب خودشون رو کردن. بعضی از دوستان ما میسوزن به خاطر که مردم توی ایران اومدن گفتن رضا شاه راحت شد. اگر که شما کارتون درست بود، الان مردم دنبال شما بودن. عزیزان مردم شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی هم دادن. من صحبتم با یک جمله کوتاه تمام میکنم. ببینید دوستان، اگر شما بفهمید که بچه‌ای که میفرستید مدرسه، معلم اون بچه یک آدمیه که مشکل داره، بچه بازه، اگر این آدم بره یه مدتی تو زندانش هم بکشه، باز بیاد بیرون، شما بچه‌تون رو نمیدید پهلوی اون معلم بذارید درس بخونه، چون خیانت کرده به وظیفه‌ای که داشته، چون آدم درستی نبوده. چجوری فکر میکنید که مردم ایران امروز به شماها که یک مرتبه خیانت کردید و جواب خیانتتون این حال و روز کشور منه، چجوری فکر میکنید که مردم ایران و شما از قبول خیانت کرد؟ اجازه میدی برای اینکه بالانس قرار